سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان نهایت گرانقدر و مهربان، هموطنان عزیز و عزیزانی که ما را مشاهده میکنن، عرض ادب و احترام خدمت یک و یک شما تقدیم می‌دارم با امید جانجوری و سعادتمندی شما عزیزان و فامیلای محترمتان. بنده خواستم که باز هم در برنامه امشب، چون برنامه های ما تقریبا همیشه از طرف شب ثبت شده است، توجه شما را یک بار دیگر به خاطر هموطنان بی‌بضاعت خویش و هموطنان بیچاره ما و شما که در شرایط سخت قرار دارند خواهانم. عرض برادر کوچکتان این بود که ان قریب رمضان در راه است و ماه مبارک در پیش داریم ما و کمک نمودن و صدقه دادن در این ماه اجر و ثواب بسیار زیاد دارد. بنیاد باران رحمت هم در پلان کاری خیش و یا در پروژه های کاری خیش این ماه را علل خصوص مد نظر گرفته است تا برای مستحقین و بیچارگان و روزداران سفره تهیه نماید و برای اولادهای بیچارهشان یک کالای تهیه بکنند، کالای عیدی، و کمک برای بیوزنان و یتیمان و کسانی که بسیار محتاج هستند بنماید. پس عزیزان گرانقدر و مهربان، از شما یک بار دیگر خواهانیم که ما را در این راستا تقویت نمایید. یک مثال ساده برای شما بدهم که ما می خواهیم که در ماه مبارک رمضان برای کسانی که نان افطاری را ندارند و نان خوردن خود را ندارند برایشان افطاری تهیه کنیم و به بسیار پول ناچیز ما میتونیم که یک شخص روزدار را افطار برش بدیم. و شما میدانید که پیامبر علیه السلام میفرماید که چقدر ثواب داره اگر یک کسی برای یک شخص روزدار افطاری تهیه کند. این ثوابش الله متعال برشان میدهد ان شاء الله و حسابش الله میفهمد. و همچنان ما میخواهیم که برای کسانی که مریض هستند، کس کوی ندارند، در شفاخانه ها هستند و کسانی که در بیرون زندگی میکنند، مسافرین هستند، در شهر و بازار و در کوچه زندگی میکنند و نان خوردن خود را و نان افطاری را ندارند، امی پروگرام مد نظر گرفته ایم. به حساب که ما سنجش کردیم برای هر شخصی که ما اگر افطاری بدهیم و یا همکاران ما در افغانستان افطاری بدهند، تقریبا 2 یورو میشه برای هر شخصی که افطاری کس بدهد. پس این مبلغ بسیار ناچیز است. من صدا میکنم برای شما کسانی که در اروپا و امریکا و در انگلستان و ممالک دیگری هستند، شما کوشش کنین که همراه ما تماس بگیرین و 2 یوروی خیش را و شما میتونین که یعنی صرف به خاطر طعامدهی برای دیگران بدهید، مصرف بکنید. و شما میتونین که هر کس همراه فامیل خیش مشوره بکنه و همراه اقارب خیش، همراه دوستان خیش، که ما بتونیم اشخاص و یا هموطنان زیاد خیش را ما افطاری برایشان بدهیم. و یا ای که اگر کسی میخواست برای هر فامیل تقریبا بین 65 الی 70 یورو یک ماه خورده یعنی همون نان و مواد اولیشان میتونیم که تهیه بکنیم. اگر کسی میخواست در این حصه همکاری کنه همراه ما در خدمت هستیم. و همچنان ما مد نظر داریم برای اطفال یتیم بخیر بعد از ماه مبارک رمضان، قبل از عید، قبل از فرا رسیدن عید، برایشان یک کالای نو تهیه کنیم و ایام بسیار میفهمین که ثواب و اجر داره که ما حساب کردیم تقریبا بین 5 الی 6 یورو مصرف تهیه یک کالا برای اطفال یتیم و بی‌بضاعت میشه. اگر شما ما را در این راستا کمک کنین، هر عزیزی که، هر برادری که، هر خواهری که کمک میکنه، انشالله که کمکش 100% به مردم بیچاره و بی‌بضاعت میرسد. و ما یک مطلب دیگر را میخواستم برایتان ارائه بدارم. زمانی که در اروپا یعنی بین روسیه و اوکراین جنگ رخ داد، میبینیم که تمام اروپایی ها از زن و مرد و کوچک و بزرگ و سیاستمدار و پولدار و غریبش دست به هم دادن و کمک میکنن اوکراین را تا که مردم اوکراین
خوراک، پوشاک، لباس و سرپناهی داشته باشند. میبینیم که کاروانها تهیه میشه. تمام ممالک اروپایی دست به هم دادن به خاطر کمک اوکراین، ولی ما مسلمان ها متاسفانه دور از شما خوبا باشه، از ما کسی چنین عمل را انجام نمیتن الا ماشاءالله، الا احسن کسانی که انجام میتن. یعنی به طور عموم اگر بگویم در اون جوانه میگن که اوکراینی است و ملیتش دیگه است، زبانش دیگه است و کلتورش دیگه است و اینها است، ولی اروپایی ها دست به هم دادن به میلیون ها یورو کمک جمع میشه و سرازیر میشه برای اوکراین و حتی پناهجویان اوکراین در اروپا برایشان خانه و مسکن و پول و این مسائل و قبولی و پاسپورت داده میشه برشان. ولی ما مسلمان ها چون اتفاق نداریم، بدبختی در بین ما جریان داره، چون ما دل رحم نداریم و ما در فکر مردم بیچاره و بی‌بضاعت خیش نیستیم، مردم که نان خوردن خود را ندارن، مردمی که شهید دادن، مردمی که قربانی دادن و مردمانی که یتیم و یسیر و بیوزن از خود بجا گذاشتن، کسی در فکرش نیست. عزیزان گران قدر و مهربان، با الله قسم شما اگر می توانین به نیم خرما شما میتونین که جنت کمایی کنین، حدیث شریف است. پس ما میتونیم به این پول ناچیز که ما داریم مصرف کنیم به خاطر امی بیچارگان و فقیران رضایت الله را کسب کنیم. صدا میکنم برای شما عزیزانی که امکانات دارن و کسانی که امکانات ندارن با دوستان خیش مشوره بکنن تا یک چیز جمع کنن و بر هموطنان بیچاره خیش ارسال بداریم. و همچنان ما لله الحمد پروژه های بنیادی و کاری را برای هموطنان خیش ایجاد کردیم که شما اگر لطف کنین و کانال ما را سابسکرایب کنین و تعقیب کنین و ببینین که در اونجا ما تانستیم برای بسیاری از فامیل ها کارهای بنیادی ایجاد کنیم. مثلا فارم های مرغداری جور شد، مسائل خیاطی جور شد، مسائل کراچی خریدن جور شد، مسائل دکانداری و نانوایی جور شد برایشان. شما لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و در اونجا نمبر تلفن هم است و شاید یک ایمیل آدرس هم باشه. کسانی که امکانات دارن از آلمان، خارج از آلمان، از اروپا، از امریکا و از ممالک دیگر، شما نترسین از این پول ناچیزتان. با الله قسم که این پولایتان به امو مستقیم میرسه و این یک مسئولیت است که ما این مسئولیت به دوش گرفتیم. انشاءالله که الله ما را توفیق بده که اموتر صادق در این راستا بانیم. امی خواهش بنده از شما بود. دیگه ما وقت شما را زیادتر از این نمیگیرم. موفق و کامگار باشین. انشاءالله که شما میتونین که از طریق پیپال، از طریق کنتو و از طریق تلفن، از طریق نقدی، نمبر تلفن می باشد با ما تماس بگیرین که می ماه مبارک رمضان را برای هموطنان خیش یک ماه که ماه قرآن است، ماه جشن قرآن است، ماه رحمت است و ماه مغفرت است و ماهی است که الله متعال مردمان را از آتش دوزخ نجات میده، بتوانیم با می پول ناچیز خیش رضایت الله را کمایی کنیم. انشاءالله موفق و کامگار باشین. ما خادمین در خدمت شما قرار خواهیم داشت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.